منم یک انسانم، خطا دارم، گناه دارم و هیچ انسان عاری از این گناه و خطا نیست و هم حق دارد یک انسان دیگر را تنقید کند، بخصوص سیاستمداران را. سیاستمدار وقتی که در صحنه برآمد دیگر باید آماده باشد که در زیر ذره‌بین مردم هست، او را تنقید میکنن، او را میگوین و حق هم دارم. من از کسانی که انتقاد میکنم ناراحت نیستم و اصلا خوب قبول هم میکنم، اما یک ایده وقتی که میان فقط منفی میبینند، مثلا شما تصور کنید یک انسان در رفتار شما که حالا 40 ساله هستید، شاید 35 40 ساله، در همین 40 سال عمر شما یک عمل نیک شما را هم ندیده است، یک جنبه مثبت شما را هم نمیبیند، فقط تنقید میکند، سیاه میکند. شما حق دارید به این نتیجه برسید که این آدم انتقادش خالصانه نیست. باور ندارم که همه کسانی که مرا تنقید میکنن به انصافند، چون هستن کسانی که مرا تنقید میکنن برای بعضی کمبودیام، باز برای بعضی کارهای خوبم اونها را هم میگن و در جای